کم زیاد موضوع نقض مطرح کرده وابسته به همین دویش همراه شدن دیگه چی اگر رو شما قید کردین که مثلا جوانو احتیاط کنید نروید دولت خیلی وقتی که به سرزمین ما هجوم کند ما باید چیکار کنیم نسبت دشمن هیچ که به هیچ هجوم نمیکنه بدون من است سوال در دولت اسلامی فهمم امکان در دولت هجوم کردن دشمن اگر خودی رحمانوف زکات شو کردگی باشه که هجوم کنه در تمام بر مردم بکشم در اونجا این درست است ولی اونا خودشون هجوم کنی نیستن این طرف من مقصد جو درباره رحمانوف گپ نزدم من وابسته به موضوع خود گپ زدم من رحمانوف نگفتم من گفتم که وقتی که دشمن از بیرون همین طالبان که همین حال همین وضعیت در سرحد افغانستان هست اگر هجوم نمیکنن گفته ایسم من اونو به هجوم کردن من پرسیده ایستادم خیلی وقتی هجوم کردن بعد با تصمیمونو او وقت میگیریم ولی من پیش برای اگر شما در همین موضوعتون همین مسئله را باید میمونده که در صورتی که هجوم هجوم نمیکنه هجوم نمیکنه گوش کن اگر کردن بعد تصمیم میگیریم برای چی شما در موضوعتون برای ما تروریست قاتل آدمکش تاجیکش رحمانوف ما را اگه از یک سنی نیسته فهمو اگر هجوم کردن بعد وقت با تصمیم میگیریم در اول موضوعتون برای چه مسئله را نمونده فقط سلامت باشه یا آدم وقتی یک گپ میگه تو فهمم میدونم که طالب هجوم نمیکنه ایجور طالب اما افغانستان خوشحال به این 10 ساله یکمش که او را نمیموننش که حکومت کنه دیمش اگر حکومت هم کردنی باشه و با همون سیاستایی که دارن همون کارا اونو واپشه یگان هجوم نمیکنن کابل هجوم کنی گرفتن این نیستن تو تاجیکستان گفته ایسای تی تماشا میکنی یگان اخبار پخبار